وحدت ملی همچون عامل مهمی تحکیم دولتداری ملی و استقلال دولتی با ملت صاحب تمدن تاجیک امکان داد که برای عمل شوی هدفهای استراتژی دولت صادقانه و صافدلانه تلاش نمایند. در پرتو وحدت ملی همه قشرهای جامعه مثل اعضای یک عائله بزرگ به هم آمده این ارزش مقدس را برای رشد و ترقی من بعده تاجیکستان عزیز همیشه حفظ می نمایند.